اگر صاحب بیزنسی، خوداشتغالی یا که کارمندی، این ویدیو که درباره بیمه از کار افتادگی میتونه خیلی برات مفید باشه. در واقع این بیمه هزینه زندگی یا درآمد و بسته به انتخابت بعد از حادثه پوشش میده. این بیمه رو به دو صورت ما میتونیم بگیریم. مورد اول بر اساس درآمدمون است، یعنی اگر حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفته، شرکت بیمه بین 60 تا 65% خالص درآمد ما رو به ما پرداخت میکنه که ما بتونیم لایف استایلمون رو نگه داریم و مدیریت بکنیم تا به حالت اول برگردیم، که معمولا این برای کارمندان یا کسایی که درآمد ثابت دارن پیشنهاد میشه. مورد دوم بر اساس هزینه‌های زندگیمون هست که اگر اتفاقی برای ما بیفته، شرکت بیمه بر اساس مستندات و قراردادهایی که ما بهش ارائه میدیم اون هزینه‌ها رو به ما پرداخت میکنه، که معمولا برای کسایی که خود اشتغال هستن یا صاحب بیزنس هستن این مورد بیشتر پیشنهاد میشه. موقع عقد قرارداد حتما با این سوال مواجه میشین که میخواین زمان انتظارتون چقدر باشه. زمان انتظار چی هست؟ از زمانی که حادثه برای شما رخ میده تا زمانی که بیمه اون هزینه رو برای شما پرداخت میکنه رو زمان انتظار میگن. هر چقدر این زمان انتظار بیشتر باشه، حق بیمه که شما به صورت ماهیانه باید پرداخت کنین کمتر میشه.